اگه یه فحش بهتون دادن، اگه یه تهمت بهتون زدن، اگه یه مسخره کردن، آدم زود از جا در نره، آدم فحشو بخوره چه میشه؟ اینا وهمه، اینا خیاله. این کسی نمیخوام جسارت کنم، اینا دنیا پرستیه. اینا قرآن کریم یه جمله فرموده خیلی داغ، اما اونایی که کم توجه هستن متوجه داغش نیستن. فرموده ذالک مبلغهم من العلم، اینا درکشون همین قدره. قرآن میفرماد ادفع بالتی هی احسن السیئه. فحش میده، تهمت میزنه، دروغ میگه، اذیت میکنه، صدمه میزنه. اگه یه وقت کارش دست شما افتاد انتقام نکشید ازش، بروتونم نیارید، میشه، شدنیه. همونی که فحش داده شما میتونی با اخلاق عوضش کنید، همونی که تهمت زده میتونید عوضش کنید.